بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود فراوان خدمت مخاطبین عزیز. در این دوره کوتاه می‌خواهیم نحوه تهیه نقشه تبخیر و تحرک مرجع در میانگین روزانه برای کل جهان رو دانلود کرده و در نرم افزار ArcGIS برای محدوده مورد مطالعه برش بزنیم. خب دوستان، تبخیر و تحرک به این مفهومه که اتمسفر اون منطقه چقدر توانایی یا پتانسیل گرفتن آب و رطوبت از سطح زمین را دارد که نقش پوشش گیاهی هم در این مسئله بسیار مشهوده. خب تبخیر و تحرک میشه گفت که یکی از مهمترین پارامترها در تهیه تقویم آبیاری برای کشاورزی، به ویژه برای باغداری و زراعت هست. همچنین برای برآوردهای تولید آب، هیدرودینامیک آب، به ویژه رودخانه ها و مخازن پشت سدها مورد استفاده قرار میگیره. تبخیر و تحرک واقعی از روی تبخیر و تحرک پتانسیل محاسبه میشه و تبخیر و تحرک پتانسیل هم از روی تبخیر و تحرک مرجع به دست میاد که ما در این دوره میخواهیم نحوه تهیه تبخیر و تحرک مرجع رو برای شما آموزش بدیم. خب دوستان، این معادله ریاضی برای محاسبه تبخیر و تحرک مرجع هست که در واقع مؤسسه گیاهشناسی کوینگ چین اومده بر اساس اطلاعات هواشناسی و این رابطه ریاضی نقشه ها یا رستر فایل های تبخیر و تحرک مرجع کل جهان رو به صورت ماهانه تهیه کرده. خب این رابطه ریاضی برای تبخیر و تحرک مرجع دارای یک ورودی ها یا مؤلفه هایی هست که بایستی وارد این رابطه ریاضی بشه، سپس تبخیر و تحرک مرجع محاسبه میشه. این اطلاعات عمدتاً اطلاعات هواشناسی و آب و هوایی یک منطقه است که من به صورت خلاصه اگه بخوام توضیح بدم خدمتتون اینه که مثلا RN میگه اون نرخ گسیلمندی تابش از سطح محصولات کشاورزی. G میشه شار گرمای حرارتی خاک. T میانگین دما در ارتفاع 2 متری از سطح زمین. سرعت باد، فشار بخار هوا، فشار بخار اشباع و دیگر پارامترهای هواشناسی. خب توی ایستگاه هواشناسی این تبخیر و تحرک مرجع محاسبه در واقع اندازه‌گیری نمیشه و این تبخیر و تحرک مرجع باید محاسبه بشه و از طرفی برای محاسبه اون هم ما نیاز به اطلاعات هواشناسی خیلی زیادی داریم که همین اطلاعات هواشناسی هم در ایستگاه ها اندازه‌گیری نمیشه. اما مؤسسه کوینگ چین اومده چی کار کرده؟ اومده از سایت ماهواره ورد کلایم، یعنی ورد کلایمتولوژی، این اطلاعات هواشناسی رو دریافت کرده به صورت روزانه. بعد اومده این اطلاعات رو وارد این فرمول کرده و تبخیر و تحرک مرجع کل جهان رو محاسبه کرده و به صورت رستر فایل در سایت خودش به صورت رایگان ارائه میده. خب حالا کاری که ما انجام میدیم در واقع اصل کار رو خود مؤسسه انجام داده، ما فقط می توانیم وارد سایت بشیم و رستر فایل تبخیر و تحرک مرجع کل جهان رو دانلود کنیم. خب وگرنه ما دیگه کاری نداریم. این اطلاعات مربوط به محاسبه این تبخیر و تحرک مرجع هست. ما وارد سایت این مؤسسه میشیم که لینکش رو اینجا آورده و من هم به صورت پیوست در اختیار شما قرار میدم. ما لینک رو کپی میکنیم، اینجا پیست میشه، اینتر رو میزنیم. این لینک مستقیما وارد سایت این مؤسسه کوینگ چین میشه و ما بدون اینکه اگه بخوایم کاری انجام بدیم به سادگی میتوانیم رستر فایل های تبخیر و تحرک
مرجع روزانه که در واقع روزانه اندازه‌گیری شده و به صورت میانگین ماهانه برای کل جهان ارائه شده. خب کاری که ما انجام میدیم، دقت بفرمایید دوستان، اینجا 5 تا فایل هست که یکی به صورت جی پیگ، کاری با این نداریم که در واقع صورت کلی این سایت. فایل دوم فایل ورد که من دانلود کرده بودم خدمت شما ارائه دادم به صورت حالا خیلی کلی. فایلی که ما نیاز داریم و باید دانلود کنیم این فایل آرشیویه که در واقع سومین فایل و اگر روی این چشمه ما اشارهگر موضوع بیاریم میگه گلوبال ET0. ET0 یعنی Evapor Transpiration، صفر هم یعنی مرجع، به صورت ماهانه و ورژن 3.1. دقت کنید دوستان، ورژن 3 اطلاعات قدیمی داره، اما ورژن 3.1 اومده اطلاعات هواشناسی و تبخیر و تحرک ماهانه برای سالهای 1970 تا 2010 رو بررسی کرده و میانگین ماهانه این 40 سال رو ارائه داده. پس کاری که ما میکنیم این آرشیو و گلوبال ET0 ماهانه ورژن 3.1 به صورت فایل زیپ این رو دانلود میکنیم. پس ما این گزینه کناری دانلود رو بزنیم، فایل تبخیر و تحرک در واقع مرجع رو برای کل جهان دانلود میشه و حجم اون هم 904 مگابایته. اینجا ملاحظه میفرمایید که این فایل داره به صورت زیپ دانلود میشه. من چون که اینو قبلا دانلود کردم استوب میکنم. وقتی که فایل دوستان دانلود شد، حالا من توی یکی از پوشه ها آوردم با نام ET0، خودم اینو تعیین کردم، ذخیره کردم. این فایل زیپشه، شما راست کلیک کنید اکسترکت، منتظر بمونید تا فایل اکسترکت بشه، چون ما میخواهیم این تبخیر و تحرک رو برای محدوده مورد مطالعه خودمون برش بزنیم. خیلی ساده شده کارمون. تبخیر و تحرک قبلا جمع آوری اطلاعات و محاسبه اون خیلی سخت بود و الان این مؤسسه اومده کار رو راحت کرده و پیکسل سایزاش هم در ضمن 1 کیلومتر در 1 کیلومتر توی خط استوا، ولی من دیدم که توی محدوده ایران پیکسل سایزاش به 800 متر در 800 متر رسیده که میتونه حالا برای پروژه تحقیقاتی و مدیریت و سرمایه گذاری تو این زمینه مفید باشه. خب ما فولدر رو باز میکنیم. دو تا فایل، این فایل دوم که گلوبال ET0 اینو باز کنید و فایل هایی با فرمت TIF داره که اینها رو ما میخوایم توی نرم افزار ArcGIS فراخوانی کنیم. خب ArcGIS رو ما باز میکنیم، این بخش اد دیتا کلیک میکنیم، توی درایو F فولدر ET0 گلوبال ET، بعد مجددا گلوبال. ملاحظه میفرمایید 12 تا رستر فایل با فرمت TIF که میانگین تبخیر و تحرک مرجع ماهانه است، یعنی برای 12 ماه سال از ژانویه، یعنی 1 2 3 تا 12، ژانویه، فوریه، مارچ، آپریل تا ماه 12 هم که ماه دسامبره. این تبخیر و تحرک جهانی. حالا ما یه دونش رو باز میکنیم. خب ملاحظه میفرمایید دوستان این تبخیر و تحرک ماه ژانویه کل جهانه و از طرفی دوستان این فرمت یا یکای این نقشه ها هم میلیمتر در روزه، یعنی چه مقدار تبخیر و تحرک در روز اتفاق میفته در ماه ژانویه، یعنی به صورت میانگینه دیگه. حالا ما اگه زوم کنیم، حالا رنگ اینو هم تغییر بدیم مثلا به این صورت، مثلا توی ایران ملاحظه میفرمایید که تبخیر و تحرک به رنگ حالا قرمز یا تیره تر در سواحل شمالی خلیج فارس یا جنوب کشور یا یه بخشی از کویر مرکزی ایران، در حالا فلات مرکزی ایران میزان تبخیر و تحرک زیاده، اما توی ارتفاعات زاگرس و البرز میزان تبخیر و تحرک روزانه کمه. خب این حالا برای کل جهان از 0 تا
383 میلیمتر در روز در طی ماه ژانویه. حالا ما باید چیکار کنیم دوستان؟ باید بیایم اون فایل وکتوری محدوده مورد مطالعه خودمون رو فراخوانی کنیم. خب من قبلا برای استان خوزستان محدوده مورد مطالعه به صورت فرمت SHP یا شیپ فایل تهیه کردم، دیتا رو فراخوانی میکنم. میبینید این خلیج فارس و استان خوزستان. خب دوستان ببینید، من الان میخواهم برای محدوده مورد مطالعه استان خوزستان هست تبخیر و تحرک مرجع رو برش بزنم. یعنی من به کل این نقشه نیاز ندارم، فقط برای استان خوزستان مورد مطالعه ماست. خب از این بخش آرک تول باکس نوشته اسپیشال آنالایز تولز، علامت به علاوه کنارش رو باز میکنم. بعد یه بخش به نام اکسترکشن، اینو مجددا به علاوه رو بزنید و تابع اکسترکت بای ماسک. ماسک یعنی یک پوشش، اینو ما میزنیم. میگه ورودی چیه؟ رستر فایل تبخیر و تحرک مرجع ژانویه. از روی چه چیز؟ یعنی ماسک چیه؟ ایریای من که استان خوزستانه. اوکی رو میزنیم، منتظر میمونیم تا نقشه برای محدوده برش بخوره. خب ملاحظه میفرمایید ما با نقشه قبلی کاری نداریم فعلا. الان میمونه نقشه تبخیر و تحرک مرجع برای ماه ژانویه استان خوزستان. پس من مینویسم، حالا فارسی هم بنویسم که دوستان ببینن، ماه ژانویه که تقریبا میشه دی ماه. ولیو اون هم میشه چی؟ میلیمتر در روز. رنگش رو هم تغییر میدیم، مثلا اینورتش رو بزنیم. در ماه ژانویه استان خوزستان تبخیر و تحرک روزانه بین 28 تا 73 میلیمتر. کمترین میزان تبخیر و تحرک در شمال و شمال شرق استانه که در واقع ادامه زاگرس چین خورده است و ارتفاعات اینجا باعث میشه تبخیر و تحرک کمتر بشه. اما در نواحی جنوبی و غربی استان خوزستان که نزدیک به خلیج فارس، اون در واقع تالاب‌های ساحلی و داخلی هستن که و همچنین بخش غربی بیابان‌های مرزی با عراق که تبخیر و تحرک اینجا به 73 میلیمتر در روز میرسه. در واقع میشه گفت در ماه ژانویه اختلاف میزان تبخیر و تحرک در استان خوزستان حدوداً 45 میلیمتره. یعنی در نواحی جنوبی در خرمشهر و آبادان تبخیر و تحرک 45 میلیمتر در روز بیشتر از شهرستان‌های دسفول، ایزه، اندیمش و غیره است. این برای ماه ژانویه. ما میتونیم برای مثلا ماه ژانویه یه دونه هم از تابستون بیاریم، ماه 6 که میشه مثلا ماه 7، جولای که میشه تقریبا تیر ماه. خب تیر ماه رو هم بارگذاری میکنیم، مجددا اکسترکت بای ماسک رو بزنیم برای استان خوزستان برش بخوره. منتظر میمونیم. خب با قبلی کاری نداریم، اینو میذاریم مثلا جولای، همون تیر ماهه. این هم باز میشه میلیمتر در روز. رنگش رو هم تغییر بدیم. خب ببینید بچه ها، چرا من اینجا اینورتو میزنم؟ این رنگ میگه از کم به زیاد، ولی من میخوام معکوس این باشه، رنگ آبیه جایی باشه که تبخیر و تحرک کم باشه. خب الان ببینید بچه ها، توی تیر ماه میزان تبخیر و تحرک به 419 میلیمتر در روز میرسه، اما توی زمستون توی دی ماه نهایتا 73 میلیمتر بود. یعنی میشه گفت تفاوت تبخیر و تحرک در تابستان و زمستان استان خوزستان در یک نقطه، مثلا در آبادان، حدوداً 350 میلیمتر اختلاف دارن.
توی تابستون به 400 یعنی روزانه 419 میلیمتر آب رو توی نواحی جنوب استان خوزستان داریم از دست میدیم توی تابستون. پس ببینید چقدر کسری بارش و آب توی این مناطق ما داریم. حالا میاد توی نواحی در همین تابستان در ارتفاعات شمالی استان خوزستان باز هم تبخیر و تعرق زیاده و به 151 میلیمتر در روز میرسه. حتی در ارتفاعات ایزه و اندیمشک و حالا شهرهای گوتوند و شهرهای شمال و شمال شرقی استان خوزستان. پس ما میتونیم دوستان 12 ماه از تبخیر و تعرق مرجع برای محدوده مورد مطالعه خودمون رو به صورت رایگان در کمتر از 30 دقیقه دانلود کرده، برش زده و نقشه‌های اون رو تهیه کنیم. انشاءالله در ویدیو بعد نحوه ریکلاسیفای کردن این نقشه ها و همچنین دانلود نقشه های بارش و دمای روزانه به صورت رایگان در مقیاس ماهانه برای محدوده مورد مطالعه آموزش خواهیم داد. پس انشاءالله بارش و دما رو در جلسه بعد به همین شکل آموزش خواهیم داد. دوستان روزتون بخیر، خسته نباشید. البته من لینک این سایت رو هم برای دانلود این نقشه ها به صورت پیوست قرار میدم و دوستان میتونن از این استفاده کنن. در خدمت شما هستم. خدا نگهدار.